دوستان سلام، صبحتون بخیر. ببینید این جلبک اسپیرولینا هست که از 1 ماه پیش برای من آوردن و من شروع کردم استفاده برای دیابتم. من کل داروام متفورمین میخوردم، قطع کردم دیگه. داروی چربی هم میخوردم، قطع کردم. فقط این جلبک رو خوردم. به اندازه 1 سر قاشق چای خوری توی آب سرد یا شیر حل میکنی. من تو آب حل میکنم به خاطر که این مقدار شیر اذیتم میکنه. صبح ناشتا میخورم. کل داروهامو قطع کردم، اما رژیمم رو دارم. نه 100%، شاید در حد مثلا 70%، 60-70% رژیم رو رعایت میکنم. امروز بعد 1 ماه، در حالی که ماه گذشته FPS هم 200 بوده، اینو شروع کردم و امروز میخوام برم آزمایش بدم. شما رو در جریان میذارم.